آقای حکمتیار با آنکه تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را حتمی می‌داند و نیز ایجاد حکومت موقت را برای تامین صلح می‌پذیرد، اما می‌گوید که اجازه تقلب را در انتخابات به کسی نخواهد داد. اگر کسی فکر کنه که میتونه مثل سابق صندوق‌ها را از رأی جعلی پر کنه، مطمئن باشه که به هدف خود نخواهد رسید. تلاش در این جهت به عمر اونا خاتمه خواهد بخشید. در حالی که حکومت افغانستان امسال برای تجلیل از 100مین سالروز استقلال کشور آمادگی‌های بی پیشینه‌ای گرفته است، این نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که افغانستان یک کشور اشغال شده است و استقلال ندارد. طالبان حکومت به رسمیت نشناسه، به مذاکره با حکومت هم آماده نباشه و حکومت قبول نکنه و خواهان صلح باشه و صلح مشروط به ای که اقتدار به یک حکومت موقت قابل قبول برای همه جناح به شمول مخالفین مسلح دولت مشروط به ای باشه، ما با تشکیل این و حکومت موقت موافقیم. و این آمدن و گرد شما نه تنها از یک گروه است بلکه از عالم اسلام است. روز 6 ماه میزان روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اعلام شده است. حکومت افغانستان و نیز کمیسیون‌های انتخاباتی از آمادگی‌هایشان برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تاکید کردند. اما شمار زیادی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری گفتند که از گفتگوهای صلح و تأخیر در انتخابات پشتیبانی می‌کنند.